به اولین ولاگ سفر با من خوش اومدین. ساعت 5:15. خب از مهمترین چیزا ضد آفتاب میزنیم زیاد. موهامم باید ببندم. خب من همام ببافم برای اینکه راحت‌تر باشم. هم کلاه بذارم، از این کشا برمیدارم، همینجوری 3 تا موهام باز میکنم، میبافم. چون موهام فر شده به این شکل. واقعا پیشنهاد میشه. خب این شده. از این عطر میزنیم به مقدار لازم. کلاه اگه مشخص باشه بریم که وقتی آخرین نفری. در جستجوی صبحانه. من ناکن چه شکلی شدم. آبگوش دوستش داریم. طباخی is the best. نامش گوشته. حس میکنیم کوکیه گیلانی. چایی بخوریم. وقتی زمین تازه فرق میکنه. میخوام بهتون اینجا رو نشون بدم. دیوونه شدم خودم از این همه زیبایی. اینجا هم اقامتگاهی که ما گرفتیم. بریم بالا بهتون نشون بدم اتاقمونو. خیلی خوشگله. اینجا آشپزخونش. فقط ببینید کجا اومدیم. کفشمو در بیارم. اینجا هم اتاق ماست. اول باقلاقاتو رو تست کنم. این چیه؟ توفمو؟ باقلاقاتو. الان میگم بیا جلوی نمی‌بردی. خوبه. من خوشم آمد. مزه جدیدی نداره که مثلا منش برام غریبه باشه. شامی چی بود؟ مقصدم یک شامی گیلانی. شامی دودباری. این هم خوشم آمد. رشته خوشکار. آماده شدیم بریم به سمت رودخونه. سوار کامیون شدیم. کامیون
یک کامیون سواری پرهیجان رسیدیم به رودخونه. فکر کنم قراره بریم این تو. وقتی بارون میگیره آپدیت جدید اینه که بعض آبتنی که حسابی خیلی بهمون خوش گذشت، ولی خب نتونستم زیاد براتون فیلم بگیرم، رفتم همون دوش گرفتم. الانم دوباره می‌خوایم بریم، الان آماده شدم، لباسامو عوض کردم، دوباره می‌خوایم بریم بیرون دور بزنیم. براتون ویدیوشو میگیرم. ما دوباره سوار کامیون شدیم. تست پنیر بود. خیلی خوشمزه است. خوبه. این هوا رو من دوست دارم. آدبالی داره؟ ما تیروز دیدمش این رفته بود اینجوری مثل اصل. سلام، به روز دوم مسافرت خیلی خوش اومدین. ما آماده شدیم، من دیگه لباسامو عوض کردم، دیگه میخوایم بندازیم تو جاده و